ایول چه صدای باحالی هم داره. ایول خیلی باحال درست کردی. باریکلا. همه رو خودت ردیف کردی. همه رو خودت. باریکلا. چرا آب دیگه کلیده چرا آقا فشار آبو چرا ببینم چه اخونت بیشتره. خیلی خیلی باریکلا. این چراغ کم دوش آبم داری اونجا برای دوش و اینا. آره دوش که اون بره دوش حمام هم اون بره ایوان اینجا هم داستانه چایی تو دیدم که یه باکس و یخچال داره. یخچال فریزر یخچال فریزر رو برقی به وصله یا چی؟ ها؟ برقیشو گرفتی وصله؟ آره خب اینجا خودم اینو درست کردم فضای پیکاپو در صندوق ابزارامه. آفرین خود خالی کردی اینو؟ آره نه بابا باریک شد. بایدم این سفر رو درست کردم واسش. آفرین باریک شد. اینقدر حال و حوصله داری. نواز جک داره خودش درواز میشه. ایوه خاموش آره دارم نیازی نیست آخه الان تو این فصل. ایول با باتری اضافی و این داستان آره تا اونجا نگاه کن باتری دوممه. بعد باتری دوم آره خوب. این مخزن باده. آره وای دمت گرم. باریکلا برای باد پلاستیک باریکلا آفرین باریکلا چقدرم راحت چقدرم ریلاش خوب. ریل کابینته واسه تیغارم همه رو خودت زدی خودت برشتدی. این هم کیف پارک‌ها اولیه است و رسم شگل و حالا برو توی ماشین برو بریم تو. یس نه ردیفه اوکی ماشین تو با این همه کاری میکنی. ایوان این آینت چراغه همیشگی خوش کیلومتر کیت دوال باتری تیمکس که شارژ باتری رو نشون میده. البته دوام هم خوده. آره دیگه کول واکس و فریزر تا منفی 20 درجه میره. نه بابا خودت گوشتی. آره اینا خودم گذاشتم جا صندلی و آفرین میزی. آره اینی که میبینی ایربگ ماشینه که رونیزا پیکاپای که توی ایران آمد ندارن. خودم برش زدم همچه حرکتی رو براش زدم. آفرین چجوری باز میشه؟ همینجوری باید بکشی آهن رو با گذاشتم اینجا. آفرین اینی کلیدم حالا برق اینجاست گذاشتم براش. باریکلا بعد یه چیز خفن آفرین این چاقو میبینی ایوه این که دیگه میدونی دیگه این چیزه بقول معروف صندوق چشه. خب جاسازشه نه جاسوس نیست چیز طبیعی ولی اینو نمیدونن. اینم ببینی اینجا رو همه رو برش زدن. تمام خیلی باحال. سیستم سیستمت هم که معلومه که خوبه. نه اصلا مشکل نیست.